اما ماها توی یه دنیای خیلی گوگلی هستیم. هدفمونم اینه که مش دایمند رو پیدا کنم. مش دایمند یعنی مشتی دایمند. بزن 2 بار بزن رو صفحه که من برم سراغ ویدیو. خلاصه من وسایلی که نیاز بود و دیگه ساختم، چون انقدر لگم من. خب اوکی شد. بازم لگ میشم خدایا وسط ویدیو آخه. از خیر خرگوش من میگم بگذاریم. وای خرگوشه رو میبینی انگار یخ زده چقدر باله. من میرم یه مقدار غذا و گوشت جمع کنم. سب کن خرگوشه رو کشتم، پاشم بهم داد. با خرگوش به من پا داد. یه مقدار دارم گوشت جمع میکنم. راستی میرسی اگه الان اینا رو مثلا من بکنم و تبدیلشون کنم به رنگ مداد شمی میشن، خیلی اینش باله. بزن بریم بچه ها. شاید باورتون نشه ولی بخونیم چه تونستم دایمند پیدا کنم. اینا دایمندن. نمیدونم اصلا نباید طبیعتا داخل این دایمند باشه، ولی خب بخش مهم داستانه که ما به دایمندامون رسیدیم. مرسی که این ویدیو رو دیدین. تا ویدیوهای بعدی فعلا خداحافظ.